صحتمند باشین، خنده طلبه‌شون باشه و در هر کجای دنیا که ویدیو از من مشاهده کنین دیگه زندگی برای مرادیشون باشه و همون تو تکله و تیار باشین. در این ویلاگ و برنامه آشپزی امروز از من خوش آمدین. دیگه یکی دو روز بود که از زای دل هوا سرد شده، باز گفتم که امروز طرز تهیه سوپ را قد شما شیر کنم در اشتراک بلوم. دیگه اینالی با هم بریم شروع کنیم آشپزی را که امی سوپ را در رویش از ما چی رقم پخته میشه و شیمو کدبانوهایی که داخل خانه هستن و برنامه از ما رو مشاهده مونین برایم کمین کن که سوپ را چی رقم و از کدام رویش پخته مونین. باز این سوپ که است انواع مختلف داره، سوپ قارچ، سوپ گوشت، سوپ سبزیجات. دیگه قد از ما همراه بیننده باشین تا آخر که ما از کدام رویش پخته مونم از زایدی. خب از زایدی ما اول که است خب امی مرغ کمک تفت بدیم. باز یک چند دانه برگ بو ما اضافه مونم کمی مثلا بوی بد و بوی زهم مرغ گرفته شونه. حالا باز ایم ذائقه‌ای طبق سلیقه هر کسی که دوست نداره دیگه برگ بو اصلا اضافه نکنه. خب از زای دل مرغ داخل روغن اشتم. اینالی 2 دانه پیاز ما گرفتم، قنجقه 2 دانه سیر ایرا خورد خورد که دامیرم اضافه مونیم. یعنی مرغ را یک تفت بدیم، یک کمی سرخ کنیم. مرغ سرخ البته نه اونقدر سرخ که مثلا زیاد سرخ شونه، چون امکان داره خب مثلا سوپ ناشی شونه دیگه، فقط در حد شونه که یک تفت دیده شونه. عزیزای دل اینالی سر که مرغ کمک سرخ شد، کمک مرغ تفت دادیم. باز این پیاز مکسته دیگه این سبوک میشه، یک کمک رنگی مثلا سفیدی خزبوس میده. مرغ که سبوک شد باز دیگه این موادای بقیش هم اضافه مونیم. اینی 1 دانه دلمه، قد 2 دانه گرجه دیگه یار از قبل ما خورد کردم آماده. باز هویج اگر یک کم بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. ما از همون خاطر دیگه 3 دانه هویجی مثلا متوسط دیگه گرفتیم خورد کردم. بعد از اینی که است 1 دانه شلغمه، این 2 دانه کچالویه. باز این کچالو شاید دلشون سوال خلق شونه که چرا ما میرکم سلمت میریزم. ایره عزیزا ما میرکم میریزم از خاطری که آخر سری دیگه وقتی این پخته شد از دیگ گور کنم، ایره دیگم خورد کنم، پوره جور کنم. از خاطر چی؟ از خاطر از این که سوپ از ما یک کمک مثلا لوابدار باید، آوگی نباشه در تفته حاضرگی از ما. باز اینجا ادویه از ما مرچ سرخه، زرچوبه، 1.5 قاشق نماگه دیگه ادویه مخلوطه که ایران اضافه مونیم. امیارم دیگه کمک بیلیم که یک کوچولو تفت بخورم که دیگه موادایش هم باید اضافه کنیم. من اینجا برنج از زای دل که ما از قبل ششتم دیگه آماده ایرم اضافه کنیم. البته برنج هم طبق ذائقه و سلیقه هر کسه. خیلی ها جای برنج مثلا عدس میندازه، خیلی های دیگه مثلا جوپرک میندازه، باز بعضی ها قارچ میندازه. باز اون چیزا دیگه طبق سلیقه از خود شما که میتونین وارم تهیه کنین، امی رقم آماده کنین و داخل سوپ خود بندازین. باز اینجا هم دیگه ما 1.5 قاشق رب گرفتم. حالا این هم طبق ذائقه شما، اگر میخواین که مثلا کم رنگتر باید ربش هم کمتر بگیریم. همین که خوب میکس شد از زای دل دیگه شما از قبل آب بیلین که آب جوش باید.
باز دبلیم زی آب اضافه منیم ملیم که مواد از مو خوب ده هم مخلوط شنه ده خورد هم دیگه بره دیگه. اینا شما قد از مو همراه بیننده باشین تا آخر. اجزای دیل امرقم که اوش منین دیگه ما آور از قبل جوش دادم باز اضافه کردم در مواد خود دیگه. اینمی گوشتار کوش منین ما امرقم سلامتکی اندیختم خوازه یا که پخته شد نرم شد باز یا را آخر سری بور منم دیگه ریش منم. بعد از او یک کمک لیمو اگر دوست داشتین اضافه کن که میتمش یک کمک ترشک باید اگر دوست دارین. اینالی سل کن چی موادای رنگی چه رقم دیگه. شما قد از مو همراه باشین که همی یک کمک جوش باید یک کمک میکس شونه موادای از مو با هم. عزیزای دل ماموتی که سایل منین دیگه همی سوپ از مو جوش هم ده داره جوش مخوره و ای تا زمانی ادامه داره که همی گوشتای از مو پخته شونه که ما بیتنیم گوشتا رو ریش کنیم و یک سری مواد دیگه که مانده اونا رو درش اضافه کنیم. دوستای نازنین کدبانوهای قشنگی که داخل خانه دارین ویدیوی از ما رو مشاهده منین. ما در خانه لیمو نداشتم بازم زو خاطر داخل اولیز خود از ما می درخت نارنجه بازم زی نارنجاش کندم گفتم که همزی نارنجای خانه دیگه امروز استفاده کنم بلده دیگه. اینالی دیگه از مو جوش خورده قشنگ مرغ از مو کامل پخته شده. باز مرغا رو برمونم ریش نم. من قبل از اون گفتم همین نارنجا رو آبش رو بگم که را اضافه کنیم دادی طعم از هم پخش شنه قد مواد قشنگ میکس شنه. دیگه شما سایل کن عزیزا این نارنج از ما چی یک آبی داره یک رقم خوشمزه یک رقم مزه دار. خانه زنم آب نارنج اضافه کنیم دادی یک دو دانه دانش هم از کشیم را دیگه خیره پروانه را دیگه من دو خوش منین دوستا مرغ از ما کامل پخت شده. اینا لیمی رو بور کنیم ریش کنیم. خب عزیزای دل ما گوشت مرغ پخته شد دیگه گرفتم بور کردم اما کچالویی که سلمت انداخته دادم امورم بور کردم باز گرفتم ریش کردم کچالو رو هم خوب پوره جور کردم خک کردم. باز این حالی دیگه اینجا اضافه کنیم دخواد دیگه بازم هم بزنیم و مرحله آخر ممنه که دیگه این طبق سلیقه و ذائقه شما یک کدبانو که دوست دارین سبزی جعفری خورد کنین بندازین سبزی مثلا گشنیز خورد کنین بندازین دیگه بیشتر از سبزی های معطر استفاده کن دیگه که یک عطر خوش یک طعم خوش بده در غذایشون. ما خودیم از گشنیز همیشه استفاده منم. بازور دیگه در مرحله آخر همراه رشته میگروم بندازم یگان 20 دقیقه نیم ساعت 15 دقیقه ملوم جوش بخوره. بعد از او دیگه آماده سرو و نوش جان منه. شما همراه بیننده مو باشین تا آخر. خب عزیزای دل کدبانوهای قشنگ داخل خانه دارن مشاهده منین. این هم از رشته از مویه. ما خیلی از رشته امروز استفاده نمونم چون برنج که ما استفاده کردم دانه بلند بود بازم خودش دیگه جای رشته دیگه کار میده دیگه زیاد از رشته استفاده کنم. باز او زمان در گفته زیبا نازکی که باچه میشه دیگه در نظر از من اینی اوکیه. عزیزای دل دوستای نازنین
دیگه سوپ از ما آماده، رشتهش انداختیم دیگه. نالی نوبت سبزیشه. ما سبزی که گفتم سبزی گشنیز استفاده کردم چون یک سبزی معطره، خیلی لک طعم خوش تا غذای از ما میده دیگه. ایرم اضافه مونیم دیگه. همین سبزی رو میلیم از زایدل یگان 15-20 دقیقه جوش بخوره دیگه. ده خوردی بقیه مواد بره. باز دیگه سوپ از ما آماده سرو میشه. خب اعضای دل، تشکر که تا آخر بیننده و همراه بودین. قد از ما سوپ از ما پخته شد، الان آماده سرو. امید که از این برنامه خوش شما داشته دیگه. لایک سابسکرایب یادتون نره. اگر شما در خانه جور کردین برایم کامنت کین که از کدام روش سوپ جور منین. و تا برنامه بعدی و ویلاگ بعدی، خدا نگهدار.